برادر و خواهر عزیز، از گناهان پنهانی بپرهیز، زیرا گناهان پنهانی خیلی خطرناک است که تمام عملهای نیکت را برباد می دهد. گناهان پنهانی گناهانی هست که انسان به خاطر شرمنده نشدن از چشم مردم پنهان انجام می دهد و مثل تماشای رسم و نوارهای فحشا، صحبتهای محرمانه با زنان بیگانه و فرستادن رسم و نوارهای فحشا برای آنها. خلاصه هر گناهی که به خاطر شرمنده نشدن از چشم مردم پنهان انجام شود. او از مردم شرم می دارد ولی از خداوند حاضر و ناظر شرم نمی دارد که او در همه حال او را می بیند و می شنود. برادر و خواهر عزیز، پیش از آن که از خدا شرم نداشته از چشم مردم پنهان به این گونه کارهای حرام دست میزنی، عاقبت این کار خود را کمی اندیشه کن که چه عاقبتهای خطرناک تو را انتظار است. و این حدیث گوهربار پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم خوب گوش انداز و کمی اندیشه کن که عاقبت گناهان پنهانی تو را به کجا میرساند. از حضرت ثوبان رضی الله عنه روایت است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: من مردمی از امتم را میشناسم که در روز قیامت با عملهای نیک به اندازه کوههای نورانی و روشن به محشرگاه می آیند، ولی خداوند عملهای نیک آنها را برباد می دهد، یعنی عملهای نیک آنها کاملا نابود می شوند. حضرت ثوبان رضی الله عنه فرمودند که ای پیامبر خدا، آنها را برای ما وصف کن که چگونه مردم هستند تا از جمله آنها نباشیم. فرمودند آنها از برادران و خویشاوندان شما مسلمان ها هستند، حتی شبها را به مثل شما زنده می دارند، یعنی تهجد گزار هستند و شبها را با عبادت می گذرانند. اما چون تنها می شوند به حرامهای خداوند دست می زنند و حدود خداوند را پایمال می کنند. پس ای برادر و خواهر عزیز، کمی اندیشه کن، در پنهانی و آشکارا از خدا بترس و از گناهان پنهانی پرهیز نما تا عملهای نیکت را برباد ندهی، چون که نجات انسان به ایمان و عملهای نیکش وابسته است. این را فراموش نکن. دارم گناهی به عدد، یا رب مرا رسوا مکن، از لطف تو خواهم مدد، یا رب مرا رسوا مکن. ای خالقی ارض و سما، ای مشفقی شاه و گدا، جرمی مرا من ما بما، یا رب مرا رسوا